در بازار مرکزی شهر خوجند پنجشنبه خریداران پیاز کم به نظر می رسند. در تابلوها نرخ این نوع سبزیجات از 5 تا 7 سامانی نوشته شده است که نظر به سبزی و کارتوشکا قریب 2 برابر قیمتتر است. خریداران میگویند تا به این حد بلند شدن نرخ پیاز را در چند سال اخیر مشاهده نکرده بودند. آز من رفته پستم کلانش 7 سامون و مایدش 5 سامونی گفتم بود اولام بیول گفتم دیگه مایدش پیشتر همه ها ارزان بود. قیمت دو خامت بیخی هم بیخی قدر قیمت نیم پیاز من ترمیم و قیمت من پیاز مل استفاده میکنم سمبوسه منطقه مل دیم مویا همون با مل استفاده میبرم همون با 7 سامان شده که 7 خریدیم این نظر به سال گذشته آنچه قیمت میشه؟ آنچه قیمت پرنه ها یک نیم پیاز بود این سال که آنچه قیمت یک 4 برابر قیمت تنگیده نرخ این نوع سبزیجات را در دیگر منطقه‌های تاجیکستان بلندتر از این میگویند، ولی دهقانان و فروشندگان حاضر نمیشوند که سبب‌های اصلی گرانی پیاز را شرح دهند. در همین حال مسئولان ریاستی کشاورزی ولایت سوخت میگویند یک سبب اصلی آن ظاهراً به خریدار بیرونی پیدا کردن دهقانان است. صادراتی که از طرف ولایت شد و جمهوری فدراسیون روسیه همزمان 66447 تن سبزیجات از جمله 61730 تن پیاز میباشد. این ماهی تا نزدیک ماهی 15 ایون و داشت ما برای صادرات کردن اجازه بود صادرات کردیم. دهقانان و تاجران در صحبت‌های بدون ثبت به ما گفتند که سالهای قبل کشت پیاز زیاد بود و نرخش هم خیلی پایین رفت. از این سبب کشاورزان فایده خوب به دست نمی آوردند و امسال دیگر نوع زراعتکاری را کشت نمودند.